آقا سلام علیکم. طرز تهیه سوزیس تخمو به روش اما حسنی. حالا من نصف کار انجام دادم، دارم وسط کار دارم ویدیو میگیرم، ولی کار خاصی نکردم، فقط پیاز خورد کردم. ارزم به خدمت شما که بعد اینکه سوسیس رو خورد کردم. بعد الان ادامه کار به شما میگم. شما پیاز یه خورده تف میدی، در عرض 1 دقیقه 2 دقیقه تف میدی پیازو، بس سوسیس اضافه میکنی. سوسیسی که اضافه کردی عجب سوسیسیه، عجب گوشتیه فلان. سوسیسی که اضافه کردی یه خورده تف میدی که برای چی؟ این چی باشه؟ خب آقا شعله رو میذاری رو ملایم. اگر دوست داری که خیلی خوشمزه در بیاد، سعی کن روغن جامد استفاده کنی، یا اینکه کره پاستوریزه یا کره محلی استفاده کنی که وحشتناک اصلا سوسیس تخمه تو خیلی خوشمزه میکنه. آقا یه خورده سوسیس رو تف میدی، قرار نیست قشنگ کامل سرخ بشه، درسته؟ من یه دونه سوسیس بیشتر سرخ نکردم. به عرضم به خدمت شما که این ویدیو رو مثلا این ویدیویی که دارم داخل چنل میذارم اصلا هیچ ربطی به چنل نداره. همینجور عشقی خواستم براتون درست کنم بعد چند سال. خیلی وقت ویدیو نذاشتم و فلان اینا، ولی حالا دیگه دوست دارم ویدیو بذارم دیگه. حالا همه جوره میخوام ویدیو بذارم بهتر کنم دیگه. عرضم به خدمت شما که بله الان دیگه نگاه کنید. این الان یعنی چی؟ یعنی سوسیس به اندازه کافی یه خورده اینگاه پف کرد. یعنی چی؟ یعنی آماده است. شعله رو شما میدی پایین. شعله رو میدی پایین. برای چه کاری؟ الان خدمتتون عرض میکنم. خب آقا ما الان رسیدیم به اصل ماجرا. اصل ماجرا چیه؟ رب آقا من به شما بگم، رب روژین خوبه، بهتر از همه. اول اینکه بگم رب خرمه. خرم بهترین روبه، بهترین کیفیت داره، هم قدیمیه هم بهترین کیفیت داره. هم اینکه چی؟ این رو خیلی غلیظ و خوشمزه است. البته من الان اینجا روژینو دارم. اینا روژین تبلیغ نمی کنم ولی خوبه دیگه. دیگه چیزی که خوبه دا بهتون میگم. اینو من اسمشو گذاشتم سوسیس تخمه و اما حسنی. بعد اینکه شما یه قاشق 2 قاشق بله آقا من اسخای میکنم وسط ویدیو یه نفر اومد رید صحبت کرد، رید تو ویدیو ما. آقا بعد اینکه یه قاشق 2 قاشق از چی میگن مربا خوری شما ربو اضافه کردی برای یه سوسیس، خب الان وقتشه چیکار بکنی؟ الان وقتشه که شما رب تو آب جوش اضافه کنی. این خیلی مهمه. اگر میخوای سوسیس تخم حرفه‌ای در بیاد حتما این کار رو انجام بده عزیز من. حتما این کار رو انجام بده. نگاه کن ببین من چقدر آب میریزم. البته من نگاه کن من دستم با یه حالتی بگیرم که دو دستی این چی بپام دیگه. آقا اینو میریزی تا جایی که الان به شما میگم چقدر. سعی کنید حتما آب جوش باشه، چون آب جوش قشنگ اینو هم ضدعفونی میکنم. خلاصه خیلی بهتره. شما اینقدر این هم میزنی، این نباید خیلی آبکی باشه. اینو عرضم به خدمت شما به شما بگم خیلی نباید آبکی باشه. تمام این جزئیات باید رعایت کرد که یه سوسیس تخم‌مرغ خیلی حرفه‌ای شما به دست بیاری، درست بکنی. خب این حالا به نظر من غلظتش خوبه، چون اینو آب میریزیم که
الان من به شما میگم. اینو ما آب میریزیم که یه دور بره با سوسیس، هم بخوره این آبش بخار بشه و سوسیس یه جورای آبدار میشه. یعنی سوسیس ما بعدش خیلی خوشمزه و آبدار و میزون میشه. سعی کنین همه این کارهایی که گفتم انجام بدید که سوسیس قمق درست حسابی یعنی حرفه‌ای داشته باشه. آقا عرضم به خدمت شما بله این بذار شعله رو میخورده زیاد کنم. خب آقا وقتی شما رب اضافه کردی شعله رو روی ملایم میذاری، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، گاز کوچیک متوسط سعی کنید این کار انجام بدید. حالا من یه دونه سوسیس، پیاز و 2 تا تخم مرغ میخوام این کار انجام بدم. حالا شما مقیاستون رو دیگه خودتون میدونید دیگه. اگه مثلا میخواین 4 تا تخم مرغ بزنید حتما باید 2 تا سوسیس باشه و به همین منوال همینجوری برید بالاتر دیگه. یا 3 تا سوسیس و 2 تا سوسیس و 3 تا تخم مرغ هم اوکیه. یا حالا بستگی به خودتون داره. آقا اینو ما الان چی میذاریم جوش بخوره که هم سوسیس ما آبدار باشه. اسخایی میکنم همین که چی خوشمزه تر باشه. بعد حالا ما اینجا این نمک هم نیاز داریم. من به اندازه کافی نمک میریزم. خب یه از نمک ما. بعد اصل کار ما چیه؟ هنوز ما اصل کار رو اضافه نکردیم. اصل کار ما تخم مرغ نیست. اصل کار ما اینجا چیه که الان قرار این سوسیس تخم مرغ ما رو خوشمزه بکنه؟ اصل کار ما الان زردچوبه است. سعی کنید به اندازه من زردچوبه بزنید. زردچوبه رو هم اول نزنید، زردچوبه رو ته کار بزنید، چون زردچوبه رو اول کار بزنید با پیاز اگه بزنید این میسوزه، این طعم خودش رو از دست میده. بعدش شما اگر ادویجات خیلی مهمه دیگه رو طعم و خلاصه مزه غذا. بعدش میرسیم به چی؟ به فلفل قرمز. اگه دوست داری تند باشه، حالا دیگه بستگی به شما داره که چقدر دوست داری تند باشه. من اضافه میکنم، شما هم اضافه میکنید، بعد تستش میکنید. بعد آقا شما شروع میکنی به هم زدن، قشنگ هم زدن که مواد قشنگ به خوردش بره، قشنگ به خوردش بره. البته ما الان سوسیس میگم سوسیس توپق زدم، ما الان فلفل سیاه هم نیاز داریم. اون بخش بعد اضافه کردن تخم مرغ. میگم اگر دوست دارید حرفه‌ای بشه سوسیس تخم مرغتون همچی کاری انجام بدید، قول میدم پشیمون نمیشید. یه هم وقت گذاشتن ارزشش داره. دیگه دوستای من برگشته بود میگفت سوسیس تخم مرغ فرق نمیکنه، سوسیس تخم مرغ دیگه فلانه بساره دیگه، یک چرت و پرت میگفت، همش یه جوره دیگه فلانه، سوسیس با تخم مرغ دیگه، یه رب دیگه فلانه دیگه. نه آقا یه سری جزئیات از شما باید رعایت بکنی. همینجوری این تخمال برای شما نمیشه سوسیس تخم مرغ. شما رعایت بکنی یه چیزی رو. خب من میچشم ببینم که آقا مقدار نمک و
زردچوب و فلفل من اندازه بوده یا نه. بله تست کردم خوب بود. من از اونجایی که تند دوست دارم تندیش خوب بود و یه مزه تقریبا بهتون بگم باید یه حالت عرضم به خدمت شما چیز داشته باشه، یه حالت مثلا ترش مزه داشته باشه. من اینجوری خوشمزه در میاد در ادامه کار. خب حالا من برم تخم مرغ آماده کنم که بهتون نشون بدم ادامه کار رو. خب آقا من 2 تا تخم مرغ رو آماده کردم، اینو قاطیش میکنم. یه لحظه شعله هم تست میکنم چون شعله خیلی کم بود. گاز مثل اینکه خاموش بود دیگه، اینقدر شعله رو کم کرده بود. آقا اینجا هم شما شعله رو خیلی ملایم میذاری که چی بپزه. خیلی کم میذاری، خیلی کم هم نه، یه جوری که تخم مرغ آروم شروع به پختن کنه. عرضم به خدمت شما که این زردش رو شما فعلا کار نداشته باشین، بذارین یه خورده راه باز کنین اینجا، بذارین تخم مرغ سفیدش بچسبه به دیگ، یعنی یکی 2 دقیقه با این کار نداشته باشین، رو شعله ملایم بذارین بچسبه، بذار قشنگ بچسبه. حالا من رفتم فلفل سیاه هم آوردم چون طعم فلفل سیاه واقعا بی‌نظیره و زیادم فلفل سیاه تند نیست مثل فلفل قرمز. تندی فلفل قرمز رو نداره. همچنان میذاریم یه خورده بمونه و خب الان وقت هم زدن اینه، یعنی نگاه کن قشنگ داره طعم میگیره. یه خورده دیگه بمونه آروم هم میزنی که قشنگ یه جوری نشه که آقا چجوری بهتون بگم بشه این سوپ، یعنی یه جوری هم نزنید که بشه این سوپ. بذار قشنگ این تخم مرغ بچسبه، تخم مرغ حالت خودشو بگیره، یه خورده سفت بشه، بعد شروع کنید هم زدن. الان هنوز نگاه کنید یه بخشایشو شله. بعد عرضم به خدمت شما اینو با نون سنگک و نون بربری خیلی میچسبه، حتما تست کنید. بعد نوشابه هم اگه میخوای بخوری، نوشابه از این نوشابه های شیشه ای یا کوکاکولا یا فانتای شیشه ای یا زمزمای شیشه ای قدیم بود یا زردای شیشه ای واقعا میچسبه. این واقعا واسه یه آدم عادی دیگه کاملا دیگه، یه آدم حالا با قد 170 و 75 و وزن 70 تا 80 کیلو سیر کننده است، یعنی کامل سیرت میکنه دیگه. بستگی به حالا ذائقه شما هم داره دیگه، چقدر غذا میخوری، چقدر پرخوری میکنی و اینا. این بغلاشو نگاه نکنید ته گرفته، اینا مهم نیستش. اینا رو من یه خورده دیر چیز کردم. بعد عرضم به خدمت شما که آقا شما میتونید خیلی مثلا بستگی داره شما شل دوست دارین شل بردارین، اگه مثلا سفت دوست دارین قشنگ پخته باشه سفت باشه میتونید سفت بردارین. برای من حالا تقریبا در حال سفت شدن، یعنی دیگه آخرای کاره.
اسمشو گذاشتم املت عمو حسنی. اون یاره کی بود که املت درست میکرد گفت عجب سوسیسی عجب گوشتیه همش گوشته فلان اینا. خب اون حالا املت درست میکرد. حالا این روشم من حالا خودم پی آزمون خطاهای بسیار اینجوری به دست آوردم که اینجوری واقعا دوست داشتم. خب این واقعا الان دیگه آماده شد. برای برداشتنش هم مثل عمو حسن عمل میکنیم. چیکار میکنیم؟ تو کامنت ها بگی. همینجا رو زمانش رو تایم بزنین بنویسین ما اینو الان باید چیکارش کنیم. خب آقا اما اصلا چیکار میکنه با امردست؟ ما هم با امردست اینو برمیداریم و دیار بچه ها نون بربری داغ و پیاز حالا مال من نیست، مال بچه هاست که صبحونه خوردن رفتن. حالا چون صبح ما نوشابه اینا نمیخوریم یه چایی هم میذاریم بغلشو. و حالا این پیج حالا پیج درست کردن عرق و مشروب و ایناست. حالا این ویدیو عرضم به خدمت شما یه ویدیویی بود که بیشتر جنبه فان داشت و حالا خواستم یه چه میدونم یه پیام بازرگانی یه دلی باشه با کسایی که منو میبینن و اینا. آقا عاشقتونم دیگه، حالا تصویرمو نشون نمیدم ولی خب قلبی دوستتون دارم. شاید یه روز تونستم تصویرمو نشون بدم با اینکه حالا صاحب زیادی ندارم ولی خب دوستان ما چای دیشلمه شکلات من یه چای خارش گاییدم شاجی ریدم دیگه چای ریخت. حالا یه نفر اومد مغز ما رو تلکون با شهر بسمون شد واسه همین ویدیو دیگه. سر همون حواسم نبود چایی هم زدم ریختم. آقا اینو حالا نوشه حالا ایکا شما بودین حالا با هم میخوردیم و فلان اینا دیگه جای شما خالی. من اینو میخورم و بعدشم میخوام بخوابم چون تا صبح بیدار بودم کلی ویدیو ادیت زدم برای چنل برای شما دیگه. اینکه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار. خدا حافظ.